یه سری قابلیت ها داره، اما نکات منفی هم قطعا وجود داره دیگه. یعنی الان ما درسته افزایش بهره وری داریم، درسته سرعتمون افزایش پیدا میکنه، درسته حل مسائل پیچیده‌ای که ذهن بشریت قابلیت حل اون رو نداشت، یا اگر قابلیت حل اون رو داشت هزینه بسیار زیادی داشت برای حل اون رو، الان خیلی ارزون داریم انجام میدیم. شاید مرزهای جدیدی از حوزه علمی رو داره بر ما باز میکنه و دریچه‌های جدیدی رو به سوی بشریت گشوده. دیروز توی یک خبری خوندم که یک مسئله پیچیده فلان به کمک هوش مصنوعی مسئلهش حل شده. خب اینا طبیعیه، اما در کنار اون ما نکات منفی هم داریم دیگه. نکات مثل مسائل اخلاقی مطرح میشه، مثل تهدید مشاغل. یعنی ما الان شاید اینجا نشستیم، اون چیزی که من تو مجموعه خودمون فکر می‌کردم راجبش اینه که با این موج هوش مصنوعی ما باید چطور مقابله کنیم. آیا با این موج باید همراه بشیم، موج سواری کنیم و استفاده کنیم، پیاده سازی کنیم در مجموعه، یا مقابله کنیم؟ سالهای آینده خیلی از مشاغل حذف خواهد شد. همین الان در حوزه طراحی معماری ما می‌بینیم خب خیلی از کارهای اپراتوری به شدت مورد تهدید واقع میشن. من در حوزه صنعت ساختمان توضیح میدم. بحث اینه که خلاقیت بشریت هم به شدت کاهش پیدا میکنه. وقتی شما همه چی رو به هوش مصنوعی میسپارید، این ایراد بهش وارده که ممکنه در سالهای آینده به شدت خلاقیت بشریت کاهش پیدا کنه. بعضی این نگاه ها ندارن، بعضی این نگاهشون به این صورته که هوش مصنوعی اومده دروازه‌های جدیدی رو به روی ما گشوده. یعنی بحث‌های حریم خصوصی بسیار جدیه. مثلا زمانی کاربرد داره که بهش دیتا میدی، بعد من وقتی باید بهش دیتا بدم، خب یعنی تمام نکاتی که مربوط به پروژم، شخصم، اطرافیانم در اختیارش قرار دادم که بتونه تحلیل درست داشته باشه، به من خروجی بده. من عملاً حریم خصوصیم تحت شعاع قرار میگیره. نکاتی وجود داره که امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم من از اینا می‌گذرم. ما حریم خصوصی تحلیل مشاغل وابستگی بیش از حد به تکنولوژی، اتفاقی که امروز در مجموعه ما افتاد. 2 ساعت بعد قطع شد دکتر. ما داشتیم پاورپوینت آماده می‌کردیم. یک کم خدمتتون عرض کنم این پاورپوینت به کمک هوش مصنوعی آماده شده. یعنی بخشش. ما داشتیم هوش مصنوعی آماده می‌کردیم، برق رفت. ما وابستگی شدید پیدا کردیم. چون میشه لپتاپی که شارژ داشت مثلا استفاده شد، بعد اون لپتاپ خاموش شد. این وابستگی شدید شاید ما رو دچار مشکل کنه. اینی که شما کلیدواژه شیک و ترتمیزی مثل هوش مصنوعی دارید و میگین من میخوام سازمان و شرکت و مجموعه خودم رو مبتنی بر هوش مصنوعی برم، خروجی کارهام بر اساس هوش مصنوعی بره. خب حالا این در ظاهر بسیار شیکه، ولی پیاده سازیش خیلی سخته. نیاز به آموزش در رده‌های مختلف سازمانیتون داره. باید تبدیل به فرهنگ سازمانیتون بشه. ما شاید در حوزه ساخت و ساز سنتی هم دچار مشکلیم، خیلی جا نتونستیم آموزش درست بدیم. اینجا به مراتب درگیری‌های بیشتری داریم. خب حالا رسیدیم به اصل ماجرا که ما از این جلسه رفتیم بیرون چطور آشنا باشیم با هوش مصنوعی و در سازمانمون یا فرد به صورت شخصی بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. اولا اینکه ما باید یاد بگیریم که چطور منابع رفرنس‌ها باشه، از رفرنس دقیق ابزار درست متناسب با رشته خودمون رو پیدا کنیم. صنعت ساختمان میتونه مرتبط با برق باشه، میتونه مکانیک باشه، میتونه شهرسازی باشه، میتونه ترافیک باشه، میتونه عمران باشه، میتونه معماری باشه. من چطور بهترین رفرنس های مرتبط با این رو پیدا کنم و ازش استفاده کنم. نکته دیگه، من وقتی که میام و از واژه شیک مثل هوش مصنوعی استفاده میکنم و در سازمانم یا کار حرفه‌ای میخوام ازش استفاده کنم، به یه مشکل جدی برخورد میکنم. اینکه چجوری من اینو یا فیلترم، خب، یا اینکه چجوری باید اصلا این نرم افزار رو بخرم. توجه کنید که ابتداً خدمتتون عرض کردم ما تجربهمون در یک شرکت مهندسین مشاور و پیمانکاری داریم در اختیارتون قرار میدیم. در یک شرکت مهندسین مشاور با یک سری کارهای جدی مواجه. درش یک کار جدی یعنی برای انجام یک سری از خدمات پول گرفته، باید یک خدمات درست و صحیح رو ارائه بده. وقتی شما یک خدمات درست و صحیح رو میخواید ارائه بدید، دنبال یک سری اپلیکیشن، پلتفرم ها، نرم افزارهای رایگان نباشید. باید بابتش پول پرداخت کنید. اما امروز من اینجا ادعا میکنم اگر در مورد این یک پولی رو پرداخت کنید، یک کاری که یک نیروی، یک فرد عادی در 4 ماه انجام میداد برای شما 100 میلیون تومان هزینه داشت، به کمک هوش مصنوعی شما با 10 میلیون تومان این رو جمع میکنید.
ولی ما اینجا اصلا قرار نیست دنبال نرم افزار و اپلیکیشن رایگان و مثلا کرک شده استفاده کنیم. نه، ما قراره بابتش پول پرداخت کنیم ولی خدمات درست بگیریم. امروز باید یاد بگیریم که چجوری اینو پرداخت می‌کنیم و چطور بروز باشیم. من نمیتونم امروز ادعا کنم که همه اپلیکیشن‌ها، همه پلتفرم‌ها رو امروز بررسی کردم و امروز دیگه به نقطه‌ای رسیدیم که الان قابل ارائه. باید بدونیم که کجا میتونیم اینا رو. تا الان من ندیدم نرم افزار یا اپلیکیشن حوزه هوش مصنوعی باشه رایگان باشه بتونید ازش استفاده کنید و اطلاعات درستی بهتون بده. اولین کاری که باید پول پرداخت کنیم. ما حدود 1 سال پیش به بحران این موضوع برخوردیم. ما ابتدای ماجرا سخت‌ترین کار رو انتخاب کردیم. من یه سفری رفتم ترکیه و یک حساب بانکی باز کردم. البته این در 2 سفر اتفاق افتاد. سفر اول نتونستم و سفر دوم در بانک زراعت بانک ترکیه یه حساب بانکی باز کردم. الان میخوام خدمتتون عرض کنم اصلا دسترسی به یک ویزا کارت و مستر کارت اصلا سخت نیست. حالا طبق تفاهم‌های سیاسی که بین کشورهای اطراف و دولت مردان ما اتفاق افتاد این قابلیت وجود داره. شما برید در یک سفری به ترکیه داشته باشید و یک بانک مثل زراعت بانک رو انتخاب می‌کنید، با یه پاسپورت ساده بدون به قول معروف موجودی اولیه شما میتونید یه حساب بانکی داشته باشید. وقتی که من دسترسی به حساب بانکی داشته باشم مثل شماره شبای ما اینو یه آیبنی دارن و با کمک آیبن شما میتونید پول بذارید و برداشت کنید و منتقل کنید و هر چیزی رو بخرید. پس یکی از شیوه‌های پرداخت کار ما استفاده از سیستم بانکیه. تقریبا سخت‌ترین کاره. بعد اینکه ما رفتیم درگیر ابزار هوش مصنوعی شدیم، ما می‌خواستیم نقل و انتقال پول رو انجام بدیم، دیدیم که نه روش‌های دیگه هم وجود داره. یعنی حاکمیت و دولت راجع به این فکر کرده بود که چطور بیاد این تحریم‌ها رو دور بزنه. ما 3-4 تا وبسایت رو به شما معرفی می‌کنیم. مجموعه ما از ایرانی کارت استفاده می‌کنه. با ایرانی کارت هم شما میتونید در این کارت هر کارت بانکیتون پول بذارید و از هر سایتی شما خرید کنید. کاملا هم به صورت ریالی، کل فرآیند بیشتر از 10 دقیقه طول نمیکشه و امنه، سیفه. ما دیروز یک نرم افزار حوزه هوش مصنوعی رو مجموعه خریداری کردیم. $35 پولش بوده. حوزه واقعیت افزوده می‌خواستیم کار کنیم، برای جلسه امروز هم می‌خواستیم ازش استفاده کنیم. به راحتی شما می‌بینید کل فرآیندش شاید در عرض 10 دقیقه بوده و ما تونستیم یه نرم افزار $35 رو خریداری کنیم. ما قراره یه کار حرفه‌ای انجام بدیم. چت جی پی تی الان به صورت چت جی پی تی 4 در دسترس عموم و به صورت رایگان داره در اختیارتون قرار میده و میتونید ازش استفاده کنید. ما قراره یه کار جدی، کار تخصصی و حرفه‌ای انجام بدیم. در مجموعه ما در 7-8 ماه گذشته همه پرسنل شرکت به چت جی پی تی 4 دسترسی داشتن. تفاوت داره. قابلیت‌هایی رو به شما میده و ظرفیت‌هایی به شما میده که اون نسخه‌ای که در دسترس عموم وجود نداره. سد بعدی یک سری از سایت‌ها و پلتفرم‌ها فیلترن. یه جا تحریمید. یعنی با 2 تا کلید واژه مواجهید. یکی تحریمه، یکی فیلتره. ما هممون که دکترای فیلتر شکن داریم، من از این عبور می‌کنم. یعنی هممون بلدیم که چطور فیلتر رو بشکنیم. من مربوط به آمریکاست، یعنی وزارت خزانه‌داری که ما رو تحریم کرده اجازه دسترسی به استفاده از این ابزار هوش مصنوعی رو به ما نمیده. ما اینجور مواقع میایم از تحریم شکن استفاده میکنیم. یعنی شما اگه گوگل سرچ بزنید الان این 3 تا سایت تحریم شکنه. از یه سری ابزارا میخوایم استفاده کنیم، تحریمه، خب میایم تحریم شکن رو استفاده میکنیم، جنسش رو تغییر میده و خیلی راحت میتونیم از این ابزار به صورت امن استفاده کنیم. ما چطور به اطلاعات باز روز دسترسی داشته باشیم؟ یه سری ایونت هاست، اگه علاقه‌مند بودین بهتون پیشنهاد میکنم حتما درش شرکت کنید. من سال گذشته من خانم شهابی و خانم ابراهیمی به نمایندگی از شرکتمون در این ایونت شرکت کردیم. امسال یعنی 4 دی ماه 8مین دوره یلدا سامیت برگزار میشه. در این ایونت شاید بالای 2-3 هزار افراد حوزه استارتاپی و ابزارهای مرتبط با هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوین حضور دارن. افراد خیلی شاخص و کلیدیه که در ایران اثرگذارن و تقریبا هد این اکوسیستم هستن اونجا حضور دارن. شما مثلا مؤسسین دیجیکالا رو اونجا، بردان محمدی رو به راحتی می‌بینید و پای گفتگوهاشون میشینید.
اونجا میتونید مدیر عامل اسنپ، مدیر عامل تپسی، مدیر عامل هر پلتفرم فعال این حوزه رو ببینید. تقریبا هر کسی که در حوزه این اکوسیستم فعاله و نقش آفرینه، یا علاقمنده، یا ایده داره، یا جذب سرمایه‌گذار، دنبال سرمایه‌گذار میگرده، یا اینکه یه چیزی رو میخواد بفروشه. یعنی تمام جلسات بی تو بی در این ایونت که به صورت بخش خصوصی رو مدیریت میکنه شکل میگیره. ما هم مجدد در این مراسم شرکت میکنیم و خیلی قدرتمندتر از نمایشگاهایی که در حوزه هوش مصنوعی که در ایران برگزار میشه هستش.